سلام، وقت همگی بخیر. من سعی میکنم تو این ویدیوهایی که میذارم تو یوتیوب و تو چنل اینستاگرامم در مورد چیزایی صحبت کنم که من خودم بهش علاقه دارم، مطمئنم خیلی های دیگه هم بهش علاقه دارن، ولی اینها رو دلیل نمیشه که من 100% درست بگم در موردشون. چیزایی که خودم تجربی کسب کردم یا اینکه از دوستام یاد گرفتم و حالا از تو یوتیوب دیدم. یک چیزی که خیلی برای من جالب بود اینجا و خودم ازش استفاده کردم، این انبارهای پیش ساخته است. بهش میگم پورتبل شد، که اینها رو توی یک سری به قول معروف بازم همون کلمه انبار رو استفاده میکنن. انبارهای سایزهای مختلف رو میسازن. چوبی هستش مخصوصا، حالا سقفاش میتونه از ورقای آهن باشه یا به اینجا بهش میگن شینگل، یا چوبی باشه، بستگی داره. میتونن کاستومش کنن برای شما، یعنی اون چیزی که میخواین رو حتما بسازن. کجاش در باشه، کجاش پنجره باشه، چند تا در داشته باشه، چند تا پنجره داشته باشه. ولی جالبیش اینه که شما توی خونتون، توی حیاتتون، مخصوصا تو آمریکا که حیات جلو داریم، حیات عقب داریم، تو خونه های ویلایی لازم نیست که حتما کار نجاری بلد باشین یا کسی رو استخدام کنین براتون بیاد بسازه یک چیزی رو. میتونید از این پورتبل شدا استفاده کنید که اینا رو میارن خیلی راحت با جر ثقیل های مخصوص، با اون تراک های مخصوصشون، بهش میگن فلت بد تراک یا فلت بد تریلر، میارن و میذارن. اگر که تو ویدیوهای قبلی من نگاه کنی، من یه دونهشو خریدم که توی یک زمینی که دارم که مسیر اتفاقا سختی هم داره، اونو به راحتی برای من دلیوری کردن. حالا توضیحات بیشترش من توی ویدیوی دیگه ای از نحوه دلیوری کردن این، نحوه آوردن و نصب این میذارم براتون به صورت کاملتر. ولی امروز میخوایم بریم ببینیم که چه سایزی هن، چه جوری هن و چی کار میشه باهاشون کرد. توی یوتیوب اطلاعات زیادی در موردش هست ولی همه به انگلیسیه. من گفتم حالا فارسیش هم تهیه کنم، شاید به درد کسی بخوره. توضیحات بیشترش اونجا میدم. بریم ببینیم چه خبره. ما هنوز تو راهیم، یه مقدار راهش طولانیه بله، ولی تقریبا دیگه رسیدیم. جا اتوبان شماره 2 آمریکا هستش، هایوی 2، و ما داریم وارد این انبار فروشی یا شد فروشی میشیم. البته اینا همه نمونه هستش، سفارش میدیم با رنگ خودش براتون میاد، با رنگ دلخواهتون. من به جا پارک کنم، بعدش یه توضیحاتی در مورد اینا به شما بدم. خیلی خب، رسیدیم اینجا. به اینا میگن پورتاب شد، یا حالا انبارهای پیش ساخته یا هر بیلدینگ پیش ساخته. اگه نگاه کنین طرح‌ها و نقش‌های مختلفی دارن، جالبن. برای من که خیلی جالب و کاربردی بود، کار من راه انداخت.
گفتم به شما هم نشون بدم. از این بزرگه شروع میکنیم که واقعا چیز عالی، یعنی اینها رو به عنوان خونه هم استفاده میکنن. یک بالکنی داره یا ایوون داره، امیدوارم درش باز باشه. بله بازه. ببین چقدر بزرگه اینجا. 14 فوت در 40 فوته. خودتون حسابش بکنید ببینید چند متر مربع به شما میده. ولی جالبیش اینه میتونید قسطی هم بخرید. ماهی $1000، $956 69 سنت. حالا چند ماهه رو نمیدونم، ولی دفعه قبل که من اینجا بودم این دوروبر $27000 قیمت داشت. اون بالا یه جای خواب داره، یه انباری داره، پایینش قشنگ میشه یک آشپزخونه کوچیک و دستشویی ساخت اینجا، و بعد در ورودی و پنجره ها که به تعداد درها و پنجره ها میتونید اضافه کنید. این از این. اینو یادم رفت، یک طبقه دیگه هم اینجا داره. مشکلی که اینا دارن ایزوله کردن این سقف‌ها هست. یعنی وقتی که من اومدم بخرم، دوستی که به من داشت میفروخت و سلزمن اینجا بود، گفت که اگر میخوای اینو تبدیل به خونه یا جایی کنی که یه مدتی توش بمونی، خیلی سخت هستش که بخوای اینها رو ایزوله کنی و با ورقای کنف فکر کنم تو ایران میگن یا شیتراک اینجا یا حالا چوبی بخوای بپوشونی. دیواراش کاری نداره ولی سقفش یه مقدار ایراد داره، یعنی سخت خواهد بود. واسه همین من نه امکان بردنش توی زمین من بود، نه دوست داشتم که اینقدر وقت بذارم واسه فینیش کردنش، تمام کردنش. همون جوری که میبینید هم سایز مختلف داره، هم رنگ‌های مختلف. این درها رو میتونید حتی ببینید یک فضای بالا داره، پنجره بزرگی داره و قیمتش نقد بخوایم بخریم $8260 است یا $316 ماهیانه. 12 بر 12 فوت هستش. همه اینها جالبیش از اگه پیدا کنم که یه شناسنامه‌ای هم داره اینا هاشش که آقا به شما توضیح میده این کد چیه، بیلدرش کی بوده و کدوم کمپانی اینو ساخته. میگم این درها و اینها آپگرید میشه، میتونید تغییرش بدین. یه چیز جالبتر هم که این داره من تو بقیه شده ندیدم، این ونتیلیشن هست، این هواخوراست که بین سقف و قسمت داخلی سقف است. این اجازه میده که به راحتی اینو شما ایزولش کنید و خروجی و ورودی هوا داشته باشه که رطوبت جمع نشه تو سقف. همونجوری هم که ببینید سقف بالاش هم یک توری داره، امیدوارم ببینید. و یه خوبی دیگه داره که فقط تو گریسلند من دیدم که گذاشته، این هست این ورقای پلایوودش اینجا میگن، ورقای سقفش که این ورق روکش آلومینیومی روش هست، باعث میشه که این هوا گرمتر و گرمتر باشه توش و گرما رو از بیرون یا سرما رو از بیرون از طریق سقف کمتر بده به سمت داخل. من اینو تهیه کردم. حالا دلیلش هم میگم، یه در پارکینگی داره که البته در رو نخواستم، بالاش اینجوری پنجره گذاشتن که اینا رو باز گفتم میتونید به راحتی کنسلش کنید. سایزش 10 در 20 10 فوت در 20 فوت به شما 200 اسکوار فیت فضا میده، فضای داخلی میده. سقفش به دلیل اینکه اینجوری هست مورب هستش
چند تا قابلیت داره. یکی این که راحت‌تر قابل فینیش شدنه، یعنی شما میتونید با یه مثل همینجوری که زمین رو پوشوندن، این سقف هم همین چوب استفاده کنید بپوشونید، همون سیستم هواخوری رو داره. و یه خوبی دیگه ای که داره اینه که به راحتی میشه یکی مثل این گرفت و کنارش گذاشت و دیوار رو برداشت و به هم متصلشون کرد. این سقف‌ها مثل سقف‌های اون زاویه دارها نیستن. من اینو گرفتم، حالا بعدا نشون میدم که چه کارهایی توش کردم تو اون قطع زمینی که دارم و خیلی راحت میتونید ستاپ کنید. یه آشپزخونه کوچیکی اینجا بزنید یا اونور بزنید، یه تخت و مبل بذارید و اینجا رو تبدیل کنید به یک اتاق، خونه، اتاقک یا کابین برای کارهاتون. یه کار جالبی که دیگه با این چیزها انجام میدن، با این شدا انجام میدن، برای اینو ببندم، اینه که بیزنس های کوچیک میزنن. یعنی میان مثلا سایز کوچیکترین سایزشو میگیرن و حالا توی ایالت واشنگتن اینجوری، اورگان هستش و چند تا ایالت دیگه که دیدم، میتونن مثل کافی شاپ یا قهوه فروشی کوچیک، نمیدونم بهش میگن کافی استند، یا خیلی بیزنس های توراهی، ساندویچ فروشی، نمیدونم معمولا واسه تغذیه و اینا استفاده میشه. اینها رو میزنن و استفاده میکنن. یه دونه کوچیکش همونی گفتم رنگ های مختلفی داره، سقف ها همه آلومینیومیه. ببینم در این بازه. بله، این دراشو میتونید انتخاب کنین یا اینکه بگین با در خودتون بزنید. این کاملا بالاش جا داره. به علاوه این که خب این کوچیک هستش، 10 در 12 $7000. به نظر من 10 در 20ش واقعا سایز عالی هست. اینم از این چاک قدیمیه، اینم بگیرم البته، دوپلکس. اونایی که ماشین سنگین سوار میشن یا تراک سوار میشن میتونن توضیح بدن اگه میشناسن این ماشین رو. من ندیدم به همچین نامی، به نام دوپلکس. معلومه تازگی هم یه دستی روش کشیدن، یه رنگی شده. اینم از داخلش اگر که مشخص باشه واسه تراک دوستان. فکر میکنم که بله این انجین داره و حرکت میکنه، یعنی دکوری نیستش. به این صورت همینجوری که میبینید. بازم چند مدلشو میخوام نشون بدم که میگم شاید اینجوری که به درد من خورد به درد کسی دیگه هم بخوره. این پارکینگیشه، مدل پارکینگیشه که در کرکره‌ای داره و اینقدر محکم ساخته شده اینا که قشنگ یک ماشین یا دوتا ماشین میاد بیرون تو. اینها هم جالب بهتون نشون میدم. بهش میگن لنگر اگه اشتباه نکنم تو ایران، اینجا بهش میگن انکر، فکر میکنم درستم کنید. و این تسمه هایی که این انکرها رو، این لنگرها رو میکونن به زمین و با این تسمه ها اینو میبندن. یعنی این شد کامل، حالا سایز بزرگش که کمتر، سایز کوچیکش بیشتر نیاز داره به این انکرها. اونم واسه این که چون اینا رو میزنن رو بلوک های سیمانی، یه مقداری میاد جاهای دیگه بالاتر روی سری از زمین ها، اینا رو میبندن که باد تکونشون نده. جالب بود. این هم داخل این هستش. این اندازه 12 در 32 و قشنگ دوتا ماشین بزرگ توش جا میشه. تازه پشت بالاش هم فضا داره که شما بتونید وسیله‌هاتون رو بذارید.
خیلی خوب دوستان، امیدوارم که جالب بوده براتون. اینم از گریسلند، شهر سرزمین گریس، یه همچین چیزی بهش میگن. چند تا البته جاهای مختلف داره، توی خود ایالت واشنگتن ساخته میشه، وارانتی داره، با خدمات پس از فروش میدم به شما. اگر سقفش چکه کنه یا هر جور دیگه میان براتون درست میکنن. اصلا تبلیغاتی نیست، من فقط دارم اطلاعات میدم، چون خودم که دنبالش میگشتم از هر کی میپرسیدم اطلاعات چندانی نداشت یا نمیدونست. گفتم که فیلمو بگیرم شاید به درد بقیه دوستان بخورن تو بقیه ایالت ها، یا تو ایران بتونن یه همچین چیزایی درست کنن و بفروشن. البته که اینا رو میدونم روی سایز کوچیک‌ترش رو روی تریلرها میذارن و خب البته سفت و محکمش میکنن که بتونن به عنوان خونه های متحرک هم ازش استفاده کنن. این کارو میکنن. اگه سوال چیزی بود کامنت کنید. وقت شما بخیر.